بیماری که دارن در موردش صحبت میکنه و از طریق نیش پشه منتقل میشه چیه؟ پشه آیتس یه نوع خاص پشه است که آلوده به ویروسه که باعث بیماری دنگی میشه. این بیماری بهش میگن بیماری استخوان شکن، چون هم تب میده هم استخوان درد شدیدی داره. فرد به فرد منتقل نمیشه، از نیش پشه منتقل میشه. این پشه توی مناطق گرم و مرطوب بیشتره. البته الان تیر ماه، ممکنه تا شهریور شیوعش بیشتر بشه و دیگر شهرها هم این پشه رو داشته باشن. علامت‌های چیه؟ وقتی پشه نیش زد 3-4 روز الی 1 هفته بعد تب ایجاد میشه، بدن درد ایجاد میشه، پشت چشما درد میگیره، تبش هم شدیده. باید چیکار کنیم؟ مراجعه کنیم پیش پزشک، مخصوصا افرادی که توی طیف سنی خاصی هستن، مثلا مسنن یا نوزادان، خانم‌های باردار یا افرادی که بیماری‌های خاصی مثل بیماری ایدز یا دیابت دارن. باید حتما تحت درمان قرار بگیرن. درمانش هم علامتیه، یعنی استامینوفن برای کنترل بدن درد و تبش استفاده میشه. در موارد شدید میتونه حتی خونریزی‌های گوارشی یا خونریزی لثه بده یا حتی باعث مرگ بشه. البته درصد مرگ و میرش 1%. پیشگیری همیشه بهترین درمانه. پیشگیریش چیه؟ پشه ما را نیش نزنه. راهکارهایی که پشه نیش نزنه: استفاده از پشه بند، استفاده از داروها یا پمادهایی که حشرات رو دور میکنه، یا استفاده از حشره‌کش‌ها. پس فرد به فرد این بیماری منتقل نمیشه، از طریق نیش پشه منتقل. البته یه راه دیگه هم انتقالش هست که اگه دوست داشتی بدونی تو کامنت برام بنویس پشه.